چطوری؟ عالی هم داریم میریم بازدید تالار. دیگه استارت از امروز ایشالله. آره به این زودی ها نیست ولی خب 3-4 ماه دیگه همچین چشم هم بذاریم میرم یه استارتی بزنیم. الان میخوایم بریم چند تا تالار ببینیم، بعدش همین دیگه. حالا اگه اجازه بدن که فکر کنم بدن فیلم بگیریم، نه براتون فیلم میگیرم که شما هم ببینید. عمده شدم با این لفت. بود اونا رو فرستادید؟ رسیدیم تشریفات، قراره که بریم تالارا رو ببینیم دیگه. اینجاست نه؟ میوه‌های تزیین شده داره. همین تا اینجا تصویر برداری هوایی انجام میشه و زیبایی خاص خودش داره. اسمش ورود و آتش‌بازی ورودی دوممون هست. دور این اکسسوریات لاین نور رفته، خط نور رفته. سلام. آره دو تا در داره اینجا. مرسی. سنگ رفت اینجاست. معمولا اون جایگاه عروس داماد بود. این قسمت میزنید یا این قسمت میزنید. حالا اون به سلیقه درخواست شما. میزانش جایگاه امشب اینجاست. جایگاه امشب اینجاست، قابل تغییره. ما معمولا یا اینجا میذاریم یا این قسمت میذاریم. برای 270 نفر 450 تومان بودن. چرا حواسه گرو درسته؟ چون نزدیک ماه محرمه. این قشنگه. باز تو مایات تاجم خوبه. تاجم خیلی خوبیه. نماش چشمگیره. جویشن سوم داره قشنگ‌تر. این امارات اسمش چیه؟ کنعان. اینجا ورودیش چقدره؟ اینجا هم توی خرداد اگه اشتباه نکنم 120 تومن. الان نصف بود کمتر می‌کنم. الان دقیقاً اصلا مراسم هست اینجا یا نه؟
میشه. اینجا هم سالن شام درسته؟ آره سالن شام. رخت رو بکنیم. اینجا هم رختکن. قبلی الان 20 صندلیش هم میشه کنارش بود. چوبیا بود. عقدش هم اگه داشته باشید از ارزان بیرون. پارکینگش هم میشه دید؟ آره پارکینگ. خب اینجا فضای عقد درد اگر زیاد نمیشه. این قسمت هم فضای عقد میشه که عقدش هم نیست. جایگاه عقد اینجا مثلا کجا میشه؟ همین قسمت. آها داخل؟ باز هم اینجا دو تا جایگاه عقد داریم. یه دونه انتهای باغ دور برکه است. یه دونه هم اینجا دور این. بچه‌ها خیلی مهمه. اینجا سالنش مناسب مهمونای شما هست. از نظر تعداد اونجا مقدار کوچیک‌تر میشه. نمایی هم اینجا خیلی از اونجا سردتره. از قبلیه. آره. حالا نماشو می‌بینی از بیرون می‌بینی. اینجا وروده؟ نه اونجا میشه ورود سالن شام. اون قسمت میشه جایگاه عروس داماد، جایگاه موزیک، استراحت. استراحتش هم بزرگه. استراحت بزرگ، جایگاه موزیک کنسرتی، یعنی اون پردازیش تقریبا کامله که دیگه خیلی کامله. خودشون خراب آوردن. خودش توی جشنش هم. آره شنبه است. شنبه است. یخه الان کی عروسی میگیره؟ شنبه کنه اینجوریه نه؟ شنبه کنن که درسته دقت کرده باشی آقا سالن شام اینجا تکمیل‌تر و آره خیلی بهتره نسبت به سالن شام قبلی. خب دوست از نظر دوستری تجملاتی خیلی بهتر از نظر هرچی اینجوری هم قشنگ‌تر بهتر آره واقعا. اینا همون که تو ویدیو دیدیم. مشکلش لابیش منظر خیلی ضعیف شده. این فضای عقدش همین داخل اینا هم داخل میتونیم بزنیم فضای عقد و هم تو اون فضل چرا داخل جلو عمارت چیدمان میزنیم یه چیدمان لوکس. باز این هم بارش کیک و بالا میتونی داشته باشی. بعد از این میشه دانه هست من خدمتون که چیدمان داخلش فوق‌العاده میشه. روی فضای بازش هم یه فضای باز جنگلی خیلی خب الان نم بیرون هم روشن. امروز
اگزم تموم شد یعنی یخ زدیم ما، خیلی سرده خیلی. و من لباس کم پوشیدم، گفتم که تو ماشینیم دیگه، نهاری میریم چند تا تالار میبینیم و اینا، ولی فضای بیرونش هم که باید ببینیم واقعا یخ زدیم دیگه. امروز برای همین امروزمون بس بود، تا کنم 5 تا تالار دیدیم. الان هم اومدیم اینجا چیزی بخوریم. بنابر تعریف های احسان از اون ساندویچ کثیفاست، ولی میگه خیلی خوشمزه است. آره یه چیزی بخوریم و ببینیم تا فردا دیگه چی پیش میاد. ببینیم احسان برامون چی آورده. ما در ادامه اومدیم. احسان کجاییم؟ دستمال جای همه خالی، ولی به در بسته خوردیم. اون جایی که میخواستیم بسته بود. ساعت 6 تو راهی ولی نرسیم، ساعت 9 اشکال نداره. سلام از دومین روز بازدید. تلفن آره برو. سلام کدافی. آره دیروز که رفتیم خیلی عجله بود و من اصلا نتونستم نه ولاگو شروع کنم نه صحبتی داشته باشم. امروز هم همینجوری شد. بعدش آره دیگه دیروز رفتیم چند جا بازدید تالار. امروز هم با یه تشریفات دیگه قرار داشتیم، میریم چند جای دیگه هم ببینیم. اگه بخوام یه چیز کلی براتون بگم این که فعلا عروسی ما به این زودی نیستش، یعنی این ور سال نیست اون ور ساله. ولی اینکه مثلا ما داشتیم نگاه می‌کردیم خواستیم دنبال کاراش بیفتیم، با هر تشریفاتی فیلم بردار، حالا عروس برای تالار فیلم بردار همه چی گفتن که اون ور سال 15 الی 20% روی تمامی فاکتورها اضافه میشه. بعد ولی اگه این ور سال قرارداد ببندین اون چیزا چی میگن اضافی و دیگه نمیخورید. و همین ما هم گفتیم بریم ببینیم اگه اوکی شد چیزی خوشمون اومد خب قرارداد همین ور سال ببندیم دیگه. من نمیخواستم ویدیوشو بذارم، میگفتم که نزدیک مراسمم شد مثلا نگه میذارم، ولی گفتم خب شاید عروس دومادایی توی کانالم مطمئنم هستن چون از ویدیوهای جهیزیه مشخصه. گفتم شاید به کارتون بیاد دیگه، بیام بهتون بگم که شما هم اگه میخواین اون ور سال مراسمتون میتونین قبل سال برید قراردادتون رو ببندید. و اینکه در مورد قیمت هم بخوام بهتون بگم همه مدل قیمتی بود، یعنی از 15 شروع میشد تا 200، ولی برای این فصل یعنی فصل سرما. یعنی مثلا ما دیروز رفتیم یه جا بازدید دیدیم، همون شبش که همون شبش که مثلا عروسی بود 30 تومن بود، ولی مثلا فصلای بهار و تابستان دقیقاً 2 برابر میشه، میشه 60 تومن. یا یه تالاری که ما دیدیم 200 تومن بود، اگه مثلا این 1-2 ماه بگیری اون دقیقاً نصف میشه و 100 تومن میشه. آره اینجوری گفتم که از قیمت هم بهتون بگم. همین دیگه. آره فعلا که خبری نیست، ولی خب داریم میریم ببینیم که چی به چیه. دیروز یخ زدیم، امروز دیگه من اینجوری انقدر پوشیدم جا نمیشم تو ماشین. انشالله که خیره. میریم اوکی میکنیم تو این هفته. آره انشالله بریم از جاش اول باید خوشمون بیاد. دقیقا. حالا در جریان میذارمتون دیگه.
و اینم بهتون بگم که حالا نه تنها قیمت ها فصلی فرق میکرد، روزی هم فرق میکرد. یعنی روزهای پنجشنبه، جمعه و اگه تعطیلی، عیدی، مناسبتی چیزی باشه که تعطیل باشه 10 الی 15 تومن فرقش بود. ولی خب دیگه برای ما یعنی چاره‌ای نداریم جز اینکه آخر هفته باشه، چون که همه مهمونامون از راه دوره بیشتریاشون و اصلا میبینیم مردم سر کار میرن، بهتره که آخر هفته باشه. 100%. آره اونجوری حس خوبیه ولی این لحظه رو آرزو میکنم بعد این همه سال سختی دوری الان واقعا خوشحالیم تو پوست خودمون نمیگنجیم. آره من انقدر پوشیدم مثلا نمیتونم تکون بخورم. یه آفتابی هست که آدمو گول میزنه، نه با آفتاب هوا خیلی خوبه ولی یخه. ما دیروز یخ زدیم، دوتامونم چیتان پیتان کردیم، مثلا داریم جای رسمی میریم. من یه چیز حالا درسته بافت پوشیده بودم ولی نازل دیگه آخراش مثلا نگاه نمی‌کردیم، گفتیم آره اینم قشنگه بریم اون یکی، اینم قشنگه بریم اون یکی. دیگه امروز زیاد پوشیدیم ولی آفتابو می‌بینید آدمو کور می‌کنه. که اکثرا در نظر نمیگیرن. حالا من میبرم نشونت میدم. شما فقط چارچوب و اسکلت بندی سالن، محیطش، چیزایی که ما نمیتونیم قبل از بکنیم شما در نظر بگیرید. بقیه چیز میخوره، اون میچربه، ماهی بیشتر هم جا میشه. خب خیلی بزرگتره. آره. ببین خیلی قشنگه اینجا خیلی باغ قشنگیه. این آقا اونجا زیر اینا همه کنار من باز یه روز خوب تو فرداست، قسم به عشق قبل پرواز. ما رسیدیم. حالا دو میزنم بالاش 10 مدل انتخابی. شما میری تست مراسم مثلا تا روز مراسم 10 تا جا میری. خب ما یه قرارداد اولیه رو گرفتیم، یاد قطعی نیست ولی خب بریم دوباره یه فکرامون رو بکنیم. خب دیگه ما امروز هم تموم شد. الان اومدیم اینجا یه نوشیدنی گرم، موکایی، قهوه که من نمیتونم بخورم، یه چیزی بخوریم. بعد دیگه تقریبا یه چیزایی جمع‌بندی شد تو ذهنمون. الان 2 تا تشریفات دیدیم که یکیش تست مراسمش چهارشنبه است، یکیش هم پنجشنبه، که بریم اونا هم ببینیم و یه جمع‌بندی داشته باشیم دیگه. این ویدیو رو هم همینجا تمام میخوام بکنم. امیدوارم که نکاتی که بهتون گفتم براتون مفید بوده باشه و اینکه همین دیگه اگر میخواین بعد عید آره حواستون به تشریفاتی که انتخاب میکنید باشه که سعی کنید چجوری میگن. البته خدا رو شکر ما با این 2 تا تشریفاتی که رفتیم خیلی منصف بودن، همه چی رو در اختیارت میذارن، هر اطلاعاتی که بخوای همه چی رو بهت میگن، سعی میکنن که مثلا هزینه هات بیاد پایین، زیاد از جیب نره، هدر نره پول تو، اینجور چیزا. ولی خودتون هم حواستون خیلی باشه. از نظر من خود من اینه که مهمترین چیز روز عروسی یه دیجی و فیلم بردارت که عکس و فیلمات تا آخر برات میمونن. یعنی اینکه ارزش داره که از تالار بزنی، مثلا یه لول بیای پایین‌تر، ولی فیلم بردارت یه چیز خوب باشه که اون عکس و فیلمات خیلی خوب باشه دیگه. سعی کنید روی این چیزا زوم کنید. چیزی که مهمه برای تالار، سقف تالاره که مهم باید باشه براتون که سقفش بلند باشه. بعدش پارکینگش خوب باشه که مهموناتون میان اسیر نشن. رختکنش خوب باشه. بعد اینجوری دیگه به اینجور چیزا اهمیت بدید و همین دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، به کارتون بیاد، براتون مفید باشه و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. و اینم بهتون بگم که اینو جهیزی نیم بگیم وای تو حالا چند ماه
ولاگ مثلا رفتی تالار دیدی گذاشتی هنوز عروسی نگرفتی اینجور داستانا، من گفتم عروسی ما فعلا به این زودی نیستش، ولی برای اینکه مثلا هزینه ها خیلی رفته بالا یکم بتونیم مدیریت کنیم این ور بتونیم قرارداد ببندیم خیلی به نفعمونه و همین دیگه. فعلا خدافظ.